اگر به آنجا برسی، بعد از رسیدن به آنجا حال میگی وای چه انتخاب طبیعی است. این انتخاب طبیعت است؟ نه، این دقیقاً طراحی شده، پشت آن طراح وجود دارد. پس اگر کسی چنین حقیقت بدیهی را نمیپذیرد که جهان به دقت کار میکند و میگوید که جهان با این دقت کار میکند و ما بگوییم که خود به خود ایجاد شده، به نظرم هیچ چیز احمقانه تر از این نیست. این غیر منطقی است. بعد استاد ما گفت که شما روی توپ تمرکز کردید، روی جزیره تمرکز نکردید. ببینید جزیره را چه کسی ساخته؟ برای توضیح همین است که مثال توپ را دادم. توپ هم وابسته است، جزیره هم وابسته است، هر دو نیازمند وجود هستند. بعد جناب جاوید اختر گفتند که در طبیعت هیچ عدالتی وجود ندارد. ما تعیین میکنیم که اخلاق چیست، عدالت چیست. ما تصمیم میگیریم، مثل قوانین رانندگی در جاده ها. این مورد را که خدا نگفته. این همان مغالطه معادل سازی کاذب هست، یک خطای منطقی است. مثل رانندگی و ترافیک، این اخلاق ذهنی است. شما اخلاق ذهنی را با مثال نمیتونید بر اخلاق عینی تحمیل کنید. عدالت اخلاق عینی است. اگر شما میگویید در طبیعت اخلاق وجود ندارد، پس نبود عدالت طبیعی است. پس چرا طبیعت را به حال خود رها نمیکنیم؟ چرا اینقدر تلاش میکنیم برای برآوردن عدالت در دنیا؟ این حرف غیر منطقی و نامعقول است. بنابراین خیلی چیزها هستند که به طور عینی یا خوب یا بد هستند و خیلی چیزها ذهنی هستند. آنچه از نظر ذهنی اخلاقی یا غیر اخلاقی است را ما تعیین میکنیم. اما اخلاق عینی که عدالت در آن آمده، که ایشان بارها تکرار کردند، این عینی است، ذهنی نیست. اگر شما میگویید این ذهنی است، سوال من از شما این است: اگر اجتماعی ظلم را درست بدانند، شما ظلم را توجیه میکنید؟ مورد دیگری که ایشان گفتند این که اگر 2 پیک مشروب بنوشی به همان مقدار باقی نمیماند، افزایش مییابد. همین مسئله با دین هم هست. 2 پیک بخوری بیشتر میشود. این یک مثال است و هر جا میتونید از آن استفاده بکنید که این مثال را اگر با آتیسم هم بگویید و وقت 2 پیک آتیسم را یا ناخودآباوری را بگیرید، بزرگ و بزرگ میشود. برای من جای خوشحالی است که مفتی صاحب هم قبول کردن این که در طبیعت عدالتی نیست. پس هر چیزی که انسان نساخته در آن عدالت نیست. یعنی چیزی از شما میخواهم و کمی بررسی کنید. این که در باغ میرید، گلهای قشنگ میبینید و در آن هیچ کدام طبیعی نیستند. همه این گلها با پیوند ساخته شدند و در جنگل گلهایی که هست همه آنها معمولی اند. این گلها دست ساخته انسان است که شما در باغ میبینید و بر آن واه واه میگویید. این را انسان ها ساختند. گلهای مختلف را پیوند زدند، پرورش دادند. بعد از پیوند و پرورش چنین ساخته شدند. در جنگل ها و بیابان ها چنین گلهای دیده نمیشه.